عدالت به این معنی که امروز مثلا در افغانستان اینها بیان عدالت بکنن به این که دوباره سیاف و دوباره همون محقق و کابلی و احمد مسعود و امین مخالفینی که قبلا بودن در کابل در افغانستان حکومت میکردن اینا رو هم بیارن در حکومت شریک بکنن. اگر عدالت به این معنی باشد، نه، این عدالت نیست. چون اونها یک زمانی قدرت دستشان بود. بله، قدرت دستشان بود، نتوانستن حکومت بکنن. بله، از این نگاه هیچ حکومتی در دنیا، چه حکومت دموکراسی باشد چه غیر دموکراسی باشد، قبول نمی کند که بیاد قدرت رو با 4 تا دشمن به اصطلاح که یک زمانی با هم کارد و پنیر بودن با اونها تقسیم بکند. اما عدالت به معنی این که همه اقشار ملت، ازبک هست، تاجیک هست، پشتون است، هزاره است، ترکمن است، قزاق است، قرقیز است، پشه‌ای است، بلوچ است، بر اساس کفاءتش، بر اساس علمش، بر اساس شایستگیش در این حکومت باید حق داشته باشد، منصب داشته باشد. به طور مثال ما در افغانستان مثلا وزیر معارف تعیین میکنن. اگر وزیر معارف رو طالبا بر اساس این تعیین بکنن که حتما باید پشتون باشد، حتما باید قنداری باشد، حتما باید از حرکت طالبان باشد، این کار عدالت نیست. بلکه باید وزیر معارف، این یک مثال میزنم، وزیر معارف بر اساس تقوا، بر اساس علم، بر اساس شایسته سالاری باید تعیین شود، ولو این که این وزیر معارف یک هزاره باشد، یک ترکمن باشد، یک قزاق باشد، یک قرقیز باشد. شاید کمترین به اصطلاح قومی که در افغانستان وجود دارد قرقیزا هستند. اگر در بین قوم شریف قرقیز یک انسان متقی، عالم و متخصص در امور تربیت و تعلیم وجود داشته باشد و او را وزیر تعلیم و تربیت تعیین نکنند، یک پشتون رو، یک قنداری رو به خاطر اینکه پشتون است، به خاطر اینکه قنداری است، به خاطر اینکه قوم خویش ملا هیبت الله است، به خاطر اینکه در حرکت طالبا بوده، او رو بیارن به عنوان وزیر تعیین بکنن، این عدالت نیست، این ظلم است، این ستم است، این خوردن حق مردم است. چون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که اگر یک برده حبشی سیاه که کله‌اش مانند کشمش باشد بر شما حاکم شود و امیر شما تعیین شود، بشنوید و اطاعت بکنید، مادامی که بر اساس قرآن و سنت بر شما حکم بکند. یعنی ما در دین اسلامی نداریم که حتما باید حاکم ما، رئیس جمهور ما حتما باید از یک قوم معین باشد، از یک ملت معین باشد. نه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تشکر از شما برادر عزیز. نه جناب استاد، عدالت ما منظور ما یه دقیقه جناب استاد خلافش یک دو دقیقه دیگه لطفا بفرمایید. منظور ما جناب استاد از عدالت این نیست که ما بگیم رهبرای گذشته رو بره، اما همین چیزی که شما خودتون مثال دادین نمیشه، همین چیز در جریان است. ما حالا مثال یک وزیر اقتصاد، وزیر یک جای دیگه، ما یک کسی رو نیاز داریم که دانا باشه. همش مدرای مدرسه ای اومده دیگه این رقم شد وطن. هیچ یک شایسته سالاری در بین اینا وجود نداره. مثلا خیلی چیزا رو ما شاید شما خودتون افغانستان باشید، ما شاهد خیلی چیزا هستیم که خلاف مسائل اسلامی است. اخیراً گفتم کتاب توحید شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه من نکردن، نمیدونم خبر دارین یا نه نزدیک. بله، در برنامه گذشته در این مورد صحبت کردیم. چی شد و جهاد چی شد؟ ببینید اون مسئله جهاد رو بگذارید کنار، اون گذشته. ببینید کسی که به خاطر خدا جهاد کرده باشه اجرش با الله سبحانه و تعالی است. کسی که به خاطر دنیا جهاد کرده باشه، در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که انما الاعمال بالنیت، هر عمل به نیت انسان تعلق داره. کسی که به خاطر خدا جهاد کرده اجر و پاداشش میگیره، کسی که به خاطر دنیا جهاد کرده الی جهنم و بئس المصیر، هیچ اجر و پاداشی هم نمیگیره، شاید هم که یعنی در شعبه ای از نفاق قرار بگیره. ببینید عدالت، آنچه که ذکر کردم خدمت شما در دین مبین اسلام، مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از وفاتشان یکی از بزرگترین لشکرهای که به سوی روم فرستاده میشد رو آماده کردن. در رأس این لشکر کی رو گذاشتن؟ فرمانده لشکر کی بود؟ اسامه بن زید بود. اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما. زید پدر اسامه چی کاره بود میدانید؟ زید ابن حارثه؟ نه. برده بود. زید ابن حارثه برده بود. برده ای رو که آورده بودند در مکه فروخته بودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم او را خریدند،
و آزادش کردن و از بس که او را دوست داشتن میگفتن حب رسول الله، یعنی محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم، و او را پسرخوانده خودشان، یعنی او را میگفتن زید ابن محمد، زید ابن محمد، تا اینکه آیه نازل شد که الله متعال گفت ادعوهم لآبائهم. این زید ازدواج کرد، خداوند به او پسری داد، یک برده ای که در بازار برده فروشی مکه فروخته شده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم او را خریدن، آزادش کردن. این برده پسری داشت اسمش اسامه بود. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سرلشکر و فرمانده کل سپاه اسلام کی را تعیین کردن؟ اسامه ابن زید ابن حارثه. اسامه پسر یک برده، او رو چیکار کردن؟ سرلشکر و فرمانده کل لشکر تعیین کردن. در مدینه در اون زمان ابوبکر بود رضی الله تعالی عنه، عمر بود، عثمان بود، علی بود، طلحه بود، زبیر بود، ده ها و صدها نفر از بزرگان صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین بودن. اما چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم پسر یک برده ای رو به عنوان فرمانده کل انتخاب کردن؟ به خاطر چی؟ به خاطر شایستگیش. چند ساله بود میدانید؟ چند ساله بود در اون موقع؟ چند ساله بود؟ 19 سالش بود. الان جوان 19 ساله ما چاقو رو دستش بدی دستش میلرزه. جوان 19 ساله‌ای به نام اسامه ابن زید فرمانده کل لشکر اسلام برای اولین نبرد سرنوشت ساز در مقابل امپراتوری عظیم روم که ابرقدرت دنیا بود. پس در اسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم عملاً برای ما نشان دادن که شایسته سالاری مهم است، نه اینکه قوم و خویش من هستی، از قوم و قبیله من هستی، از اصحاب و یاران نزدیک. حتی تقوا و پرهیزگاری هم مهم نیست در اسلام. ببینید تقوا و پرهیزگاری در دادن مناصب مهم نیست و این رو من صریحاً میگم، شاید بعضی خوششان نیاد. چرا؟ آیا در بین صحابه ما متقی‌تر از ابوذر داشتیم؟ نداشتیم. ابوذر متقی‌ترین صحابه بود. وقتی که پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد طلب امارت کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم برش امارت دادن؟ ندادن. چی گفتن؟ یا اباذر انت امرؤ ضعیف، تو یک انسان ضعیف هستی و اینها امانه، و این امانت است، و یوم القیامت حسره، و در روز قیامت ندامت و پشیمانی می آورد. تو نمیتوانی امارت بکنی. اما خالد ابن ولید که 2 روز نمیشد که مسلمان شده بود، سومین فرمانده لشکر اسلام در جنگ موته تعیین شد. چرا؟ چون لیاقتش رو داشت. الان شما ابوذر را در یک کفه ترازو بگذارید، ایمانش رو، تقوایش رو، پرهیزگاریش رو، و خالد ابن ولید رو در یک کفه ترازوی دیگر بگذارید رضی الله تعالی عنهما، کدامش سنگین تر است؟ معلوم است که ابوذر. پس چرا پیامبر به ابوذر منصب نداد؟ چون شایستگی نداشت، ضعیف بود، شخصیت نداشت. بله، شایستگی سیاسی نداشت، نه اینکه شایستگی تقوا و پرهیزگاری نداشت، شایستگی سیاسی نداشت. چرا به ابو سفیان منصب داد؟ چرا به برادر ابو سفیان منصب داد؟ چرا اصلا به بنی امیه منصب داد رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ چرا؟ چون که اینها شایستگیش رو داشتن. خیلی از بنی هاشم بودن، از نزدیکان پیامبر بودن که هیچ منصبی پیامبر به اونها نداد، چون که شایستگیش رو نداشتن. نه از نگاه تقوا و ایمان و پرهیزگاری، از نگاه درایت، سیاست، حکمت، حکومتداری، امارت، اینها مهم است برادر عزیز. تشکر از شما. سلام و رحمت الله و برکاته.